ما را دیگه وقتا الحمدلله مردم افغانستان خیلی مردم با غیرت هستند، خیلی مردم با همت. حتی بعضی مواقع در غیرت ازشون اشتباه میشه، بعضی کارهای دیگه ازشون میشه که بخی دیگه غیرت سرشان لبریز میشه. ما یک واژه داریم به نام ناموس، یک واژه هست، یک کلمه هست به نام ناموس. این انسان های بی‌نماز یک از بندگی خدا هم دور باشه با این چیزا خوب آشنایی دارن، خوب حساس هستن، هست نیست. این واژه ها رو ما آهسته آهسته از ما دور میکنه. در گذشته ها ما یا مردم ما عده‌ایشان برای خانم خانه میگفت که از خانه میبره متوجه حجابت باش، متوجه لباست باش، کجا میری با کی میشینی، کل گپا رو میگفت. حالا میگه می لباس از پوشیدن ابروی من میبری. که میفهمین ابروی من لباس از پوشیدن یک چیز خوب بپوش. این چی قسم ما یک چیز خوب در پیشوی مردم میری؟ یعنی تو برای من نیستی با کسی دیگه هستی. واژه ناموس از اونجا به اینجا سقوط کرده. به این تو حالت انسان میرسه. تا اون روز خیرتت بود، تا اون روز شهامتت بود، تا اون روز آبرویت بود، تا اون روز اعتماد و چیت بود. امروز میگه با این لباس در میان مردم ظاهر نشه که خوش من نمیاد. با این لباس در میان مردم نشو ظاهر، تنگ نظر میگن ما را. نه، با می لباس دینی با یک فکر خیلی عالی ظاهر شو. آفرینت که هم حجاب داشته باشم در تقوا خیلی بالا باشه، هم حجاب داشته هم یک متخصصی و با برنامه یک انسان خیلی قوی باشه. آفرینت. اینی رو میگن فضیلت.